رادیوی فرهنگ گفتارهای خود را ادامه می دهد. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، در موج برنامه خوانشی بدیع. دوستان عزیز، مخلصان قصه و حکایه های دلنشین، اینک به توجه شما گفتار 28م از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوساد هیجا. مرحمت گوش کنید. و دشمنان کمونیسم در داخل SSSR تا رفت کم و کمتر می شد و در عوضش دشمنان خارجی روز به روز می افزود و می افزود. و اکنون حزب بلشویکان از انقلاب جهانی دعوای کمتری داشت و بیشتر به مستحکم کردن غلبه سوسیالیسم در داخل مملکت مشغول شد. زمین و آب مال شخصی نیست، مال دولت است که به همه آدمان مملکت برابر دخل دارد و فرزند انسان به استثنا در جامعه یک خیل حقوق دارد: در آزادی، در خواندن، در انتخاب کسب، در انتخاب کردن و انتخاب شدن، و دولت کفیل این همه کار هاست. و طلب سیاست و فعالیت ریاست چنین است: یک کس حق ندارد که خود را بالا گیرد و دیگری را پس زند و به یک نفر مطلقا من است که نفر دیگری را استثمار کند. و مرد و زن برابر حقوقند و خواندن و سواد برآوردن برای همه اهالی حتمی است. و ترغیب آثاری که گوشه‌نشینی و دنیا بیزاری و خیال پرستی و ناامیدی را تلقین می کند قطعاً روا نیست و منصبدار به خلق خدمت بکند، نه خلق به منصبدار. و در SSSR در ششک روی زمین قراباتور مال احمد پالون را غارت بکند او را داشته به حبس می گرفتند و سردار زیردستی را تحقیر بکند مجلس آراسته او را به محاکمه کشیده حیف تو می گفتند و وزیر بخیش و تبارش منصب بدهد زود از کرسی برداشته به زمین می شناندند و کودک بی سرابان ماند گرفته به صغیرخانه می بردند، می پوشاندند، می خوراندند، می خواناندند و این همه کارهای خیر را کمونیستان می کردند و زحمتکشان از چنین عدالت ها به شوق و ذوق آمده عریضه نوشته به صف کمونیستان می در آمدند که کمونیستان پاکترین انسانند و در صف آنها بودن و خدمت خلق و وطن را کردن شرف بزرگی است. و کمونیستان عزیز مراد و رجب که رهبران بلند رتبه جمهوری مختار تاجیکستان تعیین شده اند، در دهه دوشنبه برای اثبات از درون فئودالیسم با یک جهش به سوسیالیسم گذشتن مشغول شدند و این دهه را پایتخت اعلان کردند و شعار پرتافتند که در سر سنگ دولت بنیاد میکنیم و یک سری تناب به دست رجب و سری دیگرش به دست عزیز مراد، موزه تا ساق خاک آلود، کلاه کمیسری در سر، بدن و رو عرقشار طرح شهر کشیدند. دو اسب عرابه بیملال گذرد، کوچه کلان شهر می شود. بعد سنگفرش می کنیم. میدان پیش خانه حکومت را وسیع گرفتن در کار. مثلا ریگستان سمرقند برین. خانه حکومت الحال در همان بینای خسپوش می ایستد. اول طبابت خانه می سازیم. یک مکتبی بر هوای حاضر زمان آب و هوا برین ضرور. مجلس مؤسسان را در کجا می گذرانیم؟ در کلوب دهقان؟ کلوب دهقان تنگی می کند. در لب حوض چینارها گذرانیم بهتر. از همه رایون ها آدم می بیاید. در کلوب نمی خونجد.
و به آرایش لب حوض چینارها سپارش دادند. از لب حوض تا کلبه نلگر و از آنجا تا توت یکه و از درخت توت تا سرایی عرابکش‌ها و از آنجا تا پشت چایخانه که به حوض می پیوندد گرداگرد به بلندی 1.80 سانتی متر الوان کشند و در منبر صورت لنین قدش 3 متر برش 1.5 متر شینانند و در حاشیه منبر و جای روبرو و پهلوها به 2 زبان، زبان تاجیکی و ازبکی شعارها نویسند و در 4 گوشه بلندگویک استوار بکنند. و مجلس مؤسسان نهایت با شکوه و با تنتنه گذشت و از گویان از بنیاد دولت مستقل تاجیکستان با شرافت انقلاب کبیر اکتبر سخن گفتند و میهمانان از جمهوری های برادر و نماینده های رایون ها، کارگران و اسکران از غلبه بی‌نظیر سوسیالیسم و شکرانه آزادی سخن گفتند و دخترچه مکتب خان از نام نسل نورس متن تیاری را خواند و قسمی از سخنگویان و قسم غالب انبوه شنونده ها به معنای آزادی وجدان و برابر حقوقی انسان و سیاست ملی لنینیزم و کپیتالیزم را ندیده یک باره به سوسیالیسم گذشته صرفم نمی رفتند ولی دلپرانه سخن می گفتند و با شوق گوش می کردند و از تحت دل زنده باد، پاینده باد گویان کف می کوفتند و عرابکشان و مشکابان و آشپزان و نانپزان و حلواپزان و نیشولا و راحتی جان فروشان شهرک دوشنبه همان روز آنقدر پول کار کردند که در بینای عمرشان اینقدر پول کار نکرده بودند و حافظان و رقاصان آنقدر تحسین و آفرین شنیدند که در بینای عمرشان نشنیده بودند و دهقان از درواز به شریکانش گفت که این همه الوان را اگر به اختیار من می دادند برای 400 زن و دختر کرته و لازمی می دوزاندم. و تاجیکستان به عباره راهبران و روزنامه‌نگاران روز به روز ترقی می کرد و گل گل می شکفت. زمین 2 برابر و 3 برابر زیاد حاصل می داد و مفتخوری ریشه‌کن می شد و خلق باید سراسر یک تا نمانده ثبات می برآورد، چون که بیسوادی تاریکی است و تاریکی دستنیگری است و دستنیگری بنیاد همه گونه استثمار هاست و امیر و قاضی 20 سال پیش از این به گشادن مکتب ها سخت مقابل بودند و روشنفکران را تعقیب می کردند، به آبخانه می پرتافتند، 75 چوب می زدند که بچه ها را دانش آموزانده از راه بیراه نکنند و اکنون حکومت خودش مکتب می سازد، خودش به معلمان ماهانه تعیین کرده است، خودش قرار برآورده است که خواندن حتمی است و به هر کار بینگری عادلانه و به هر رفتار نگاه بکنی خیرتمندانه و هوس کس می آید از چنین دولت و چنین سیاست و چنین رسالت و چنین ریاست که کمیته مرکزی حزب کمونیستی بلشویکان نام دارد. و عزیز مراد و رجب مفتون همین عدالت و همین خیرت و همین سیاست و فراست بودند. برغم دشمنان که وجود ملت ما را منکر بودند، موجودیت ما را اعتراف و دستگیری کرد. ولایت مختار را اول جمهوری مختار کرد. بعد به جمهوری مستقل تبدیل داد. باقی مانده بی‌عدالتی ها را اصلاح می کند و بی‌عدالتی در تقسیم مرز و بوم و اصالت ملی و زبان مادری بسیار بود. ولایت ها از تاجیکستان بیرون ماندند و قراباتور با شریکی فعال احمد پالوان که از خود قراباتور تراشیده است، تاریخدانان نامدار را از اکادمی روسیه خریدند و به تاشکند آورده خانه و جا و امتیازها دادند و کار فرمودند و آنها که تا به امروز تحقیقات خالصانه می کردند یک باره به تحریف گذاشتند
و کتاب‌های غاص نوشته اثبات کردند که آسیا میانه از اول و ازل ملک ترک هاست و زورن ازبک نوشتن تاجیکان در پاسپورت و شهادتنامه تولد و عقد نیکا سیاست معمولی حکومت دور شد و ترغیبات به مغزها تأثیری داشت. کسی به تاجیکی گپ زند او را جهود می گفتند و ماموران حکومت ازبکستان که زمینهای هموار و کشتباب و حاصلخیز و شهرها و راه آهن و فابریک و زوادها و صنف کارگر و اهل سواد و هنر در تصرف آنها مانده بود، به تاجیکستان با چشم کم می نگریستند و حقیر می دانستند و پیوسته برتری خود را نمایش می دادند و می خواستند که تاجیکستان در کار و بارش همیشه به دهن ازبکستان بنگرد و مثل یک احتیاجمند به احتیاج برار و آواز تاجیک آواز اعتراض می برآورد و بیداری تاجیک به بیداری دعوت می کرد و خیلی کم کسان این آواز و این دعوت را می شنیدند. غالب مردم بی‌پروا بودند و مشتری نمی شدند، روزنامه نمی خوندند و به میدان نمی برآمدند و آن گروهی اندکی روزنامه می خواندند و میدانداری می کردند از بخارا و سمرقند، از شهر سبز و بایسون، از نمنگان و فرغانه به روزنامه ها، به اداره های بالا، به دوشنبه، به تاشکند، به مسکو عرض و شکایت می نوشتند که مکتبمون تاجیکی، کتابمون ترکی، محلهمون تاجیک، شورایمون ترک، خودمون تاجیک، حجتمون ازبک. و عزیز مراد و رجب همین این سند و دلیل ها را غون آوردند و دسته بستند و فرستادند به مسکو، به مرکز عدل و عدالت. و از مسکو کمیسیه آمد برای دیدن حقیقت حال و تاشکند به ولایت ها مبلغان فرستانید و آن مبلغان در 2 شب گذر به گذر گشتند و روزی با خوری و صحبت با اعضایان کمیسیه دعواگران به میدان برآمده نتوانستند. با آنها راه ندادند و آنهایی که اعضایان کمیسیه را پیشواز گرفتند در دست نان و نمک و شعارها داشتند که ما ازبکیم. و رجب به اداره عزیز مراد درآمد و شپاتی به پیشانی خودش زد و روبروی او نشست. زبان کوتاه شدیم، ما را زبان کوتاه کردند این مردم. عزیز مراد پشت سر خورید. امید دیگری داشتم. امید داشتم که مردم این ولایت ها هم به مانند مردم کانی بادام اهلانه شعار برداشته به میدان می برایند که بیزلر تاجیک. آن وقت یک قطار مشکلمان آسان می شد. اکنون مشکل تر شد، خیلی مشکل تر. از کجا پیدا شده است چنین رفتارها و چنین کردارها؟ نخود ممکن باشد که آدم به این سبکی و به این آسانی از ملتش منکر شود؟ دیدیم که ممکن بوده است و عزیز مراد از غلدان میز دفتری را برآورد، ورق گردان کرد و از صحیفه خواند. ما چنین دیدیم که پیشینیان ما در دین و آیین خود نسبت به ما قوی‌تر، در زندگی و دشواری‌های آن ورزیده‌تر و در علم و عمل و فضل و کرم بزرگتر، در کار و هنرهای خود چیره‌تر بودند. آنها بودند که ما را با دانش‌های گذشتگان شریک ساختند و با تجربه و دانش‌های خود غنی گرداندند. آنها در تمام بخش‌های علم و عمل اهمیت و عنایت بیشتری داشتند. این اهتمام آنها و غمخواری نسبت به نسل‌های آینده بدان جا رسید که اگر برای مردی از آنها در علم کلمه ثواب گشوده می گردید و او در جای غیر مسکون می زیست، آن را برای سنگ می نوشت تا بر اثر مرگ ناگهانی آن را با خود نبرد و پسایندگان از آن بی بهره و بی نصیب نمانند. کدام درد آشنا گفته است این سخنها را؟ بهروز مشهور به ابن مقفع گفته است.
1300 سال پیش گفته است. پس تغییر خصلت از همان زمان سر شده بوده است. همین خیل خلاصه برمی آید. باز 1300 سال در کار است که خصلت مردم را دیگر بکنیم. و مسئله تازه کردن صف‌های حزب کمونیستی به میان آمد. بنا به استاف و پروگرامی حزب، کمونیست کسی بود که دهانی حلال، تنی حلال، کاری حلال داشت و لقمه حرام نمی خورد و امتیاز از دیگران را به خود روا نمی دانست. و شخصی اگر همین رسم و رسوم را رعایت نکند، از صف بیرون می پرتافتند که منفعت شخصی خود را از منفعت خلق و جامعه بالا گذاشته است. و پاکیزه نگاه داشتن صف حزب سیاست روزمره کمیته مرکزی حزب به حساب می رفت. ولی به طور معرکه نیکی سراسر خاک SSC را فرا بگیرد. و این دفعه چنین سیاست مبارزه شدید با دشمنان خلق نام گرفت و در مسکو فرمانده فرانت مارشال را حبس کردند و دمروان او را جستند و یافتند از آکروک‌های حربی، از دیویزیا‌ها، از پولک‌ها، از بتالیون‌ها و آنها را سود کردند و قرارهای سود در روزنامه‌ها چاپ شد که جنایتکاران حربی بودند و جاسوسی امپریالیست‌های خارجی و با آنها زبان یافته متحد شده حاکمیت شوروی را برهم دادن می‌خواستند. و این طوفانی به حبس گرفتن و سودهای پرآوازه برپا نمودن و شرح و ایضاحش را در روزنامه و مجله ها نوشتن، اداره های کمیته مرکزی حزب، کمیته بیخطری دولت، شورای کمیسیون خلق، اکادمی علم ها، ردکسی روزنامه ها و نشریات ها را فرا گرفت و سرداران جاسوسا، طرفداران بورژوایی ها، اپورتونیستان، کلاونده ها و دمروان آنها را فاش کردند و حکم پران برآوردند و یا یک عمره به زندان ها فرستاندند. و طوفان بلا تا به تاشکند رسید و از آنجا گذشته به دوشنبه آمد و ساعت 3 شب 6 جوانمرد مسلح ناگهان به حولی پاخس دیوار عزیز مراد در آمدند و در جای خوابش به دست او قشنگ زدند. شما حبس شدید. با کدام سبب؟ دشمن خلق هستید. من دشمن باشم، این خلق اصلا دوست ندارد. و رجب باور داشت که چنین خودسری و بیدادی کار دشمنان حکومت شوروی است و در بالا اصل واقع را نمی دانند و فوراً راه مسکو را پیش گرفت که به بالا خبر بدهد و پیش راه بدکرداری های این دسته های سلاحشور را بگیرد و در مسکو خود او را بگرفتند و پرتافتند به تهخانه پس پنجره های آهنین و صف حزب را آنچنان تازه کردند که در رایون فیض‌آباد یک نفر کمونیست ماند. و رسم آدمیزاد چنین بوده است که خردمند غایه را پیش می برارد با نیت بهتر و خوبتر کردن روزگار انسان و آن غایه به آرزو و آرمان اکثر مردم موافق می آید و از پس تطبیقش می شوند و هنگام به عمل آوردن در تفسیر آن غایه از اصل نیت دور می روند و به افراط می رسانند و یک مقصد نیک به یک معرکه بدی بد مبدل می گردد و دوا بلا می شود. و اهالی مملکت از این گردودارهای سیاسی و قدرتی اول به هراس افتادند. امروز وی را گرفت و برد، فردا مرا می گیرد و می برد. محمود که باری از ودود مشت و لغت خورده بود
به ودود تهمت نوشته به روزنامه فرستاند تا که از او قصاص بگیرد و هم خود را نقص نشان دهد. و خداداد به شیربچه های به خطری خبر داد که خدایبردی اشرافزاده است و در هر مورد کاری می کند که به زحمتکشان ضرر می رساند تا بگیرند و ببرند و او جای وی را بگیرد و رئیس شورای ریان بشود. و رحیم از بالای رحمان نوشت که در اثرهایش شاهان و امیران را تعریف می کند با امیدی که دشمنی خلقش بکنند و او از طعنه توبه سواد خلاص شود. و در اوج دشمنجویی ها یک قطار بیرویان پیدا شدند که برای 15 سوم پول مفت گرفتن با یکدیگر به مسابقه در آمدند. کنی کی بیشتر دشمن می یابد و کی زیادتر پول. به هر سری دشمن 15 سوم می دادند و بعد اهالی آرام شد که طوفان بلا گذشت و دیگر جای خفی و ترسی نیست و حتی یک درجه روح بلندی و خرسندی احساس کرد. خوب شد که حکومت شاخ حرامکاران را شکست. آن همه نقصانها و بیبراریها به مثل گرسنگی، جبران کشیده گرفتن غله و نقدینه، ناپرسیده جزا دادن، از خود حاکمی نوبرآمد ساختن منصبداران با عیب حاکمیت شوروی نبوده است. این همه بی‌عدالتی ها کار همین راهبرانی بوده است که حاکمیت شوروی و غایه های سوسیالیستی را در داخل و خارج بی آبرو و بدنام کردن می‌خواستند. دشمن خلق زحمتکش بودند. خوب کردند که نیستشان کردند. و دل زحمتکشان به حاکمیت شوروی باز هم گرمتر شد. در بالا نشستگی ها به مانند زمانه های پیش در غم تن و اشکم و کیف و صفا و کشک و قصر خود نیستند. اینها غم خلق را میخورند، غم بیوه و بیچاره را میخورند، جای کار میدهند، نان و نمک میدهند، گوگرد و کرسین میدهند و با خواهش خود و مراد دل زحمت همه گونه کار را به دوش گرفتند و اهلانه به حشر برآمدند و جوی کندند و آب برآوردند و جر و جو و شخ و سنگ را بریدند و پرچ برداشتند و در 105 روز و شب 567 کیلومتر راه ماشین گرد کشادند و پلها را استوار کردند و خاک کندند و لای جولاندند و خشت خواباندند و دیوار برداشتند و مکتب و کلوب ساختند و تا به امروز از بیکار خدا بیزار می گفتند. اکنون انیق کردند که هر کسی کار نکند نان نمی خورد و آدمی بیکارگرد رد مرکه شد و حکومت برای آن همه کارهایی که آغازش دشوار و عاقبتش آبادی است مبلغ ها می داد، اسباب و انجام می داد، شرایط مساعد کار فراهم می آورد و کارگری که از تحت دل کار می کرد، خواه در کشت، خواه در چارواداری، خواه در ساختمان، خواه در فابریک و زاود، در کدام ساحه و در کدام جایی که باشد، آنقدر مرتبه بلند و آبرو و اعتبار نصیبش می شد که در یگان دور و زمان نه کسی دیده است و نه گوش شنیده است. و در صحرا در بین غرم خاکا در حضور انبوه مردان پیر و جوان که زنبرها چپه یا بیل اوریب و یا دامه جامه را لنده مانده روی خاکدوده ها نشستند یا میتین به دست یانباش کشیدند و یا به مصران تکیه کردند، شاعر بالای خامه خاک برآمد و شعر خواند. شاد بمان ای هنری رنجبر، ای شرفی دوده نوعی بشر، ای زی تو آباد جهانی وجود، هیچ نبود ارکی وجودت نبود. دولتی شاهان اثر گنج توست، راحتی اعیان ثمر رنج توست. گر تو 2 روز ندهی تن به کار، یک سر نابود شود روزگار. باعث آبادی عالم تویی رنجبرا،
معنی آدم تویی. شما گفتاری 28 را از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوساد هیجا شنیدید. کارگردان عزت الله جان محمد، صدا بردار خان بیبی ایرگش، گوینده قطبیه اکرامی. خیر، تنسیت و خانه باشید.